مذهب با ایمان فرق میکنه خانم. ایمان منش، مذهب روشه. یه چیزایی هست آدم در زندگی خصوصیش از دلش میگذره. من اعتقادات خودمو دارم، بهشم میبالم. من میدونستم که پس فردا که اختتامیت نیمه شعبانم هست، از دلم گذشت، این از دلم گذشته، چیکار کنم؟ انکار کنم بگم نگذشته؟ پیش خودم نیت کردم، گفتم یا زمان تو تولدت پس فردا. همیشه برای این خارجی‌ها یه اتفاقی میفته، کاش میشه یه برای ما بیفته. این اتفاق افتاده. جشنواره کن آدم نمیتونه درباره امام زمان صحبت کنه، تماشاگر اونجا درکی از این موضوع نداره. من بلند میشم میام در مملکت خودم که هر سال دارین جشن میگیرین، شیرینی میدین، تعطیل اعلام میکنین روز نیمه شعبانو، در مملکت خودم اینجوری صحبت میکنم و این برخورد باهام میشه. خانم محترم، اسلام محصول 50 سال گذشته در این مملکت نیست. اسلام 1400 ساله که در این مملکت وجود داره. حافظی که شما تو تاقچه خونتون میذارید در 14 روایت قرآن خدا رو از بر میخونده.